سلام دوست عزیز، خسته نباشید. سلام، سلامت باشید. شما MDF کار هستید؟ بله، بنده MDF کارم. با توجه به اوضاع کشور و شرایط نابسامان اقتصادیمون از شرایط کاریتون راضی هستید؟ والا بازار اینا خوبه بیا ببینم وایسا ببینم چیه؟ نگاه بچه خوشیه جون. هرچی ما میگیم خب باید دیگه چشم. نه من نمیگم، من اصلا نمیگم. نه نه من طرفدار مردمم. ساکت شد. آماده باش ببریمت. بعدش بدرش بده گرفتی چی میگم یا نه؟ اصلا به کار اومد دسته. هر چی شما بگید میگم، هر چی شما بگید من انجام. نمیذاری زیرش؟ نه هر چی بگید انجام میدم. چشم. همین بازار روزانه خوب میشه، قیمتا رو به تغییر و اینکه امروز برای عالیه همه چیز، قیمتا رو به پایین. MDF امروز میخریم 2500، فردا 2 تومن، تا آخر هفته تا MDF 1 تومن هم میاد پایین. خب خدا رو شکر راضی بودین. مرسی از شما و همه بینندگان عزیز. ممنون میشم که نظرات و کامنتاتون رو پایین برامون زیر همین پست بذارین. حرف دیگه ای ندارین؟ نه والا همه چی عالی، گل و بلبل، روزانه ورق میاد پایین، بازارم عالی، خدا را شکر. عالی. مرسی، خدا نگهدار.